به نام خداوند بی‌نیاز بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. آرزوی سلامتی و سلامتی شما را دارم. خوشبخت هستیم و خوشحال به هستیم که امروز به خبر خوش دیگر در خدمت هموطنان عزیز ما هستیم. فابریکه تولیدی آرد و سرمایه‌گذاری داخلی خوشبختانه در غزنی امروز افتتاح شد. این که نام این فابریکه چی است، چقدر مصرف شده، قسمی که ما می‌بینیم در 4-5 منزل است. ساختمانش با ماشین‌ها در هر منزل به اندازه کافی وجود داره. با آقای شاه محمد خان که مسئول فابریکه هستند بیشتر معرفی میشیم و ازشان میپرسیم که این فابریکه را چه انگیزه باعث شده، چقدر مصرف کردن و چقدر میتونه که برای خود کفایی مهم باشه، خصوصا در بخش تولیدات آرد. بسم الله، سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ خیلی مساعدی است. خیر هستین؟ سلامت باشید. در ابتدا مبارک باشه بر شما. تشکر، خیر ببینید. سلامت باشید. برسید به ارتباط با این فابریکه تان اگه بگوییم که چقدر سرمایه گذاری کردیم، چند ماه میشه که کارش شروع کردیم که امروز بخیر افتتاح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. فابریکه شروع کردن خو یو کال دوام وکړ او د ساختمان جوړولو ترکیه چې ماشینان راغلل یو کال دوام وکړ. ان شاء الله په یو کال کې موږ تکمیله کړه فابریکه او موږ سره به ان شاء الله تعالی ډېر کارګر کار وکړي او موږ په دې فابریکه کې تقریبا $1,000,000 امریکایي مصرف کړي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې نور تجاران هم وکولای شي او پاکستان ته راشي چې امنیت ته ان شاء الله تعالی د سر او د مال امنیت شته او امارات خدای ژوندی لري موږ سره ګډه همکاري وکړي او په دې برخه کې چې موږ سره ماشینان راوړي او موږ سره مالیاتو کې ګمرکاتو کې غټ همکاري وکړي. صحیح. ماشینالات از کجا آوردین؟ ناجسه جا بخیر اصلا کارش شروع میشه، چقدر کارگر میاد هستش؟ فابریکه از کشور ترکیه آوردیم. از کشور ترکیه آوردیم. فعلا کار شروع میشه ان شاء الله تعالی تا 15 روز بعد. بسیار. یا 50-60 نفر که ما کار میکنیم. در روزهای اول. روز اول 50 باز زیاد میشه. بخیر که کار زیاد شده چیم زیاد میشه. حالی فعلا خو از رسد افغانستان نیست. از خارج گندم میایه. پسان وقتی گندم رسد هلمند و فرا و کندوز کی برسه بخیر وطنی گندم آرد میکنیم. یا تا کوشش میکنید گندم وطنی آرد شد؟ ان شاء الله کوشش میکنیم که اول ما خودش روش میکنیم که وطنی گندم آرد کنیم. اگر وطنی نبود باز از خارج میاد. بسیار. خب چقدر ظرفیتش چقدر دارین اگر امکاناتش باشه؟ ماشینالات که فعلا آوردین در یک شبانه روز چقدر میتونه که چند ما تشکر. ماشینای ما خیلی د سویه بالا وردیم. د سویه بالا وردیم. ماشینا که ما آستا 24 ساعت 150 تن گندم آرد میکنیم که امکانات باشه 150 تن گندم آرد میکنیم. خب 150 تن در چقدر کارگر نیاز است؟ در 60-70 نفر شاید خوب فعلا خو 60-70 نفر کار میکنیم. آینده که کار زیاد شو بیا نفر موجود ان شاء الله. تجربه از این کار داشتین ناجسه پیش از این در دیگه ولایت‌ها کار کردین، سرمایه‌گذاری کردین؟ غزنی په ولایت کې ما یو په جمهوریت وخت کې ما یو بل فابریکه جوړ کړه چې هغه موږ شریکانو فابریکه و څلور نفر شریکانو بیا موږ جلا شو. هغه فابریکه بیا شریکانو ته پرېښو بیا زه مزار ته ولاړم. ما یو فابریکه په مزار کې جوړ کړه. زه تجربه لرم له ډېره وخته. بیا وطاق صنایع وطاق تجارت ما په ډېر کوشش وکړ چې بیرته غزنی ته راسه. په غزنی کې فابریکه جوړ بیا ما په روسي کال دا اقدام وکړو له ترکیې چې ماشینان راوړو یو کال دوام اوس مو تکمیله کړه. نو زه آینده کې چې موږ ته پارک صنعتي راکړل شي دا کوشش کوو چې زه یو بله فابریکه هم جوړه کړم ان شاء الله تعالی. خدای پاک دې له موږ سره وکړي. ان شاء الله که موفق باشید در کارهایتان. خوش تشکر، خیر ببینید. تشکر از اینکه در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنید در غزنی. آمین. تشکر، سلامت باشید. تشکر، خیر ببینید. بیننده عزیز قسمی که می‌بینیم منزل بالا میریم با دیگه انجینیرها و دوستان کارگران صحبت می‌کنیم. ماشین‌آلات اندازه کافی وجود داره. خب آقای صاحب سیستم برق چطور از برق دولتی رسیده اینجا؟ برق دولتی ما ته رسیدو. ما سره وصل کو یو کم وخت کې ما سره ډېر غټ همکاري د برېښنا شرکت وکړه. همکاري وکړه. چې ما ته برق وصل برق مهم است. اوس یو توجه له شرکت برق چې کوو چې موږ ته کومه توجه د برق اضافه کی چې موږ ته برق راکړي او موږ کارګر
تولید بود. سلامت باشین ان شاء الله که این قسمت هم دوستان توجه بکنن. خب هموطنان عزیز منزل بالا میریم با دوستان صحبت می‌کنیم با اجازه دوستان امیدوارم تا پایان برنامه با ما باشین. خب نام از فابریکه رو جسم این فابریکه به نام غزنی کاروان است. غزنی کاروان. امیدوارم که فعالیت‌های غزنی کاروان بیشتر شود و سرمایه‌گذاری بیشتر در غزنی صورت بگیرد تحت نام‌های مختلف داخلی ما. ادامه برنامه رو دنبال کنید. خوب بینندگان عزیز فعلا آمدیم در منزل سوم این فابریکه تولیدی آرت که ماشین‌آلات ساحه و کسبت هم هست با انجینیر بزرگوار این فابریکه معرفی میشم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب است ان شاء الله. خوب است بخیر هستین. سلامت باشید. نام شما در اول محمد وقاص. محمد وقاص. از افغانستان هستید؟ نه از پاکستان هستم. خوش آمدید در افغانستان. خوش آمدید. در خدمت آمدید خانه تان آباد. چقدر وقت میشه که اینجا هستین؟ چقدر وقت میشه که ماشین‌آلات آماده کردین؟ چند ماه کار در بند؟ 4 ماه شده این فابریکه را کار شروع کردم ان شاء الله. 4 ماه بعد امروز فعال میشه. بخیر. کارهای تکنیکی دیگه مسئولیت شما است. بله کارهای تکنیکی کلی مسئولیت ما. چند ماشین‌آلات هست انجینیر صاحب از کجا آورده؟ چند پروسس چه رقم است؟ تقریبا 55 ماشین‌آلات است. این زیادتر ترکیه است. یک چند دانه ماشین‌آلات کم شده بود و از پاکستان آورده. زیادتر از ترکیه آورده. ترکیه است. چند نوع هست این ماشین‌آلات؟ 3-4 نوع ما که می‌بینیم شاید زیادتر از چندین نوع هست دیگه. مثلا چند قسم ماشین‌آلات هست؟ ماشین‌آلات است. اول خو گندم بالا میکنه، باز گندم پاک میکنه، باز گندم هوا میزنه که خاک تیر شو. باز از پروسس میآید که ماشینا داخل گندم سنگ میکشه، باز سیادانه میکشه. یعنی 4 دفعه گندم بالا پایین میآید، ماشینا تیر میشه، باز گندم شسته میشه، بیخی پاک میشه، خشک میشه، باز تولید میشه. خواه. این اول پروسه تصفیه است، پاک میشه، خاک و سنگ و چغاله که پاک دارن، بعضی باز شستن میشه. بعضی باز خشک شد، باز تولید میشه. در جایی که هستی بیشتر این ماشین‌آلات مرحله است که دیگه آرد میشه چطور؟ بله این مرحله آرد است. او طرف مرحله گندم است. او طرف گندم پاک شده میآید، بعد این طرف آرد میشه. این سیستم آواز کولگی دا هوا میآید بالا. آرد که تیار شد زیر میره، باز دیگه بالا میآید، باز جالی که تیار شد داخل. آرد دوباره از این میلا پایین. آرد پایین میره. از اینجا گندم میاد اینجا آرد پایین میره. و سیستم هوا کش است. ببینید سیستم برق اینجا چطور است؟ برق دولتی رسیده تقریبا 19 ساعت برق میده. 5 ساعت میبره دیگه 19 ساعت برق است. 19 ساعت میشه که آدم متواتر. بله متواتر. در یک شبانه روز اگه 19 ساعت که کار میکنه یا 20 ساعت کمتر زیادتر چقدر ظرفیت تولید آرد داره؟ 1 ساعت 150 پارسل 160 پارسل میکشه. در یک ساعت؟ یک ساعت. اگر برق پورا باشه باز زیاد هم میشه. اگر در مجموع یک روز بگید چند تون 24 ساعت بیچاره خب باز 150 تن 60 تن میکشه. 150 تا 160 تن. خیلی عالی است دیگه. شیخ صاحب ماشین‌آلات طبعا از وقتا خراب میشه، مشکلات فنی که پیدا میکنن. خودت هستی و دیگه پرسنل هم داری که بله اینجا ما خودم هستم. یک دیگه اندیوالا می است که فابریکا خوب آماده خوب جای بجای نشه و باز ما اینجا هستم. بعد از او اینجا نفر افغان است و چلان میکنم مشکل باشه باز ما می. خواه شما فقط این پروسه ای که آماده کردید. بله آماده پس برید پاکستان. بله باز وقتایی که مشکل پیدا میکنه دوباره. بله
ان شاء الله امیدوار هستم که ماشینالات قسم عیار شده باشه که زیاد مشکل پیدا نکنه. ان شاء الله مسلکی هستند. سلامت باشید. ماشین است اگر پیدا شد سلامت باشید و خیر باشید. اینجوری هست شما خود تجربه دارین کار کردین؟ در امی 150 160 تا تولید میشه. معمولا چقدر کارگر نیاز میشه اینجا؟ تقریبا 24 ساعت بیچلا خو 130 اگر گندم آرد زیاد برا بیایا باز آدم 150 نفر کار میکنن. اگر کمتر کار شود باز 70 80 بله 12 سال شده 70 نفر 60 نفر 80 نفر. وقتی که گندم علمان سیزن باشه باز 1.5 نفر کار دارن. بسیار معمولا گندم از هلمند گندم وطنی است. بله وطنی استفاده می‌کنند. کلا وطنی است. زیادتر وطنی است. اون ساعت چی است اینجا؟ این مشهور. این واکش است. گندم هوا می تا خاک نکشه پاک می‌کنه. بله. اون هوا کشش است. اون ماشینالات مربوط به ازی است. بله. و بین در تکنولوژی سیستم این ماشین هم مربوط به تصفیه و تصفیه گندم است. بله. این گندم همیشه باز خشک می‌کنه. بله. خود خشک‌کن گندم هم قوی است. یا مهم است. بله داخل یا واکش است. این میشه باز بالا هوا میزنه بهی خشک میشه. یکی آماده آرد شدن بشه. خب خود اینی ماشینالات باز چی یا واکش است کلان. این که آرد گندم جور شود زیر جالی است. جالی تیر میشه و آرد تیار گودام میشه. دیگهش بالا این میاره. این کش کنه پایپا واک این قسمی که آجیستان صحبت کردن این ساحه هم دیگه شخصی است. مصارف یک شخصی کسی بله مصرف کردن. بله بسیار خوب. خودت پیام و صحبت و گپ و سخن اگر داشته باشی برای بینندگان ما در خدمت شما هست. خیر بگین تشکر. افغانستان بسیار خوشم میاد. انشالله 4 ماه تیر کردم خوب تیر کردم. خوب مردم است. خواهش میکنم که دیگه کارخانه جور شود به خاطر مردم یک روزگار پیدا شود که دولت در کارخانه کمک کنه که زیاد مردم است اینجا پیسه دار است که خواهشم داره که جور کنه. اینا انشالله زمینه ها مساعد شده دیگه. امیدوار هستم که وطن کم کم خودکفا شود دیگه وطن افغانستان. سلامت باشین. تشکر از اینکه به افغانستان در غزنی آمدین کار میکنین زحمت میکشین. حالتون آباد. هموطنان عزیز چند دقیقه دیگه هم روند برنامه هست. فراموش نکنین با شما هستین فابریکه تولیدی آرد که به ساحه به نام ساحه اره چوب یا نزدیک دخورایدار هستن. این ساحه ساخته شده مبلغ زیادی را که آجیس گفتن حدود بیشتر از 6 لک دلار آمریکایی سرمایه گذاری کردن. امیدوار هستم چنین سرمایه گذاری ها بیشتر در افغانستان خصوصا در غزنی صورت بگیره. حاجی عبدالرحمن احمدی هستم، رئیس اتاق صنایع معادن ولایت غزنی. جناب رئیس، به فعال شدن همچون فابریکه ها چقدر میتونه که زمینه رشد اقتصادی رو مساعد بکنه و از طرف دیگه برای خودکفایی ولایت غزنی خصوصا در بخش مواد غذایی که آرد است چقدر مهم است؟ برادر عزیز، اقتصاد افغانستان در جایی که ما تحلیل کرده ایم بنیادش به دو چیز است. یک زراعت است و دیگرش هم صنعت است. هر آن دنیایی که امروز پیشرفت کردن اونا به صنعت و زراعت خود پیشرفت کردن. در هر نقطه دنیا که امروز سفر بکنی از اونجا فقط بوی صنعت و زراعت میاد. ما تا هر وقتی که در طرف وطن خود صادرات اضافه داشته باشیم، واردات اضافه داشته باشیم و صادرات ما کم باشه، ما موقف درستی را در دنیا پیدا کرده نمیتونیم. امروز مسائل اقتصادی هست، جنگ اقتصادی هست. فلهذا صنعت ستون فقرات این جامعه هست.
و نیز درباره شرکت‌های تولیدی در غزنی خصوصا در بخش میلای آرد براتان بگیم که این ششم فابریکه هست که ما امروز شاهد افتتاحش هستیم و ان قریب ان شاء الله 2 فابریکه دیگه هم در ماهای 1 ماه الی 2 ماه ان شاء الله ما شما افتتاح خواهیم کرد.